سلام دوستان عزیز ما میخواهیم حیوانات عجیب ببینیم، پس لایک و ساب فراموش نشه. لیتس گو. خفاش ماهی لب قرمز که در عمق 3 تا 76 متری جزایر گالاپاگوس یافته می شود. شناگر خوبی نیست و از باله‌های سینه‌ای لگنی و مقعدی بسیار سازگار خود برای راه رفتن در کف اقیانوس استفاده می‌کنند. اینها چجوری نمی‌خورن؟ قورباغه شیشه‌ای که در آمریکای جنوبی یافته می‌شود، خانواده‌ای از دوزیستان است که برخی از نمونه‌های آن دارای شکم شفاف هستند. از آنجا که این شکم شفاف احشای داخلی را قابل مشاهده کرده است، به آن قورباغه شیشه‌ای میگن. واقعا لطفاً لایک